رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین خبر داد که اون یعنی 1000 ماه در عبادت خدا مشغول بود. شب را به نماز میگذران، روز به روزه میگذران، با در دوام شب و روز عبادتش جهادی در راه خدا میکرد. 1000 ماه که این عبادتی که شمعون کرد، وقتا که به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ایره که سخن کردن، رسول اکرم تعجب کردن. تعجب یعنی که در حالت تحیر واقع شدن که این چگونه آدم است که خداوند به این قدرت داده است. و اون علامتهاش همین بود که کل ما ضرب الكفار بهذا اللحى قتل ما لا يحصى وعددهم. همچنان در حربها، در نبردها اشتراک میکرد که عددی زدگی و قتل کردگی او را حساب کسی نمیرفت. فاذا عطش یخرج من موضع الاسنان ما عذب. وقتی که اگر تشنه میشد از بیخ دندانش آب شیرین میبرامد فیشربه. و اذا جاء ینبت منه اللحم جاء ینبت منه اللحم فیأکله. اگر گرسنه میشد از بیخ دندانش باز طعام پیدا میشد که لذیذ و گوارا که او را استفاده میکرد. فکان علی هذا كل یوم حتی مضى من عمره 1000 شهر. 1000 ماه همین کار دوام داد که این 1000 ماه برابر می شود به و هی 83 سنه و 4 اشهر که 83 سال و 4 ماه می شود. در مدت 83 سال و 4 ماه همین 1000 ماه به همو برابر می شود. اون چکار میکرد؟ در راه خدا عبادت میکرد. وقتا که ایره به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که قصه کرد، صحابگان رسول اکرم همش در وادی حیرت فرو رفته بودند که چگونه قبیله های پیشین عبادت خدا را میکردند، چگونه اونها مخلصانه و صادقانه در راه خدا بودند که شب به نماز میگذراندن، روز به روزه میگذراندن، باز در راه خدا اونها چیکار میکردن؟ سعی تلاش میکردن. و اون عبادتی که میکرد همه کفار همون زمان وقتی که عاجز آمدن، البته که در فکر اندیشه شدن که چگونه او را از بین ببرند و جمع شدن مشورت کردند. یگانه راه سختی که از او یافتن با واسطه زنش بود. البته که در همه دور زمان رسول اکرم هم در حدیث آگاه کردگی است با کلی امتش که از زن احتیاط کنید که همه فتنه ها برپاشایش از زن است. تمام فتنه های دنیا ابتدا و برپا کنندش زن است که با واسطه زن هر کار دشمن کرده میتونن. و اونها جمع شدن، اون بیدین ها به نزد زوجه او آمدن، گفتن که ما به تو مال و ملک زیاد عطا میکنیم، چیز چاره زیاد عطا میکنیم، ما میخواهیم که قوتی همین شوهری تر شمعون با آزماییم که چی مقدار قوتی دارد. او زنش گفت که ای مردم، گفت شما آگاه باشین که شما اگر چنده که نمیفهمین و نمیدانین، البته که آدم عادی از سیر اولیا بی خبر است. آدمی که عادی باشد او چی میداند که اولیاگی چی است، نفس اولیا چی است، انبیا چی است، هزارها کیلومتر دور است و آگاهی نداره، خبرم نداره، باورم حتی نداره. گفت که شما بدانید، آگاه باشین که این یکی از اولیای خدا هست. بطنی این هیچ اشیای کارا نمیکند، نه کار نه مثلا که دیگر اشیایی که سلاحایی که هستن بطنی کارا نمیکنند. بعدا گفت که یک تجربه کنیم. شمعون علیه السلام وقتی که خواب برد، زنش آمد با او زنجیرهای مخصوصی دادن، بنده های مخصوص دادن که او را ببندش، تجربهش بکن. با سختترین مستحکمترین ریسمان ها و بنده ها قطعی او شوهری خودش بست. وقتی که بیدار شد گفت که این چه حال است؟ و زنش پرسید، گفت که من خواستم که ترا تجربه کنم که این قدر زورآور هستی، آیا همین بنده ها قوت میکنن یا نه؟ اما شمعون یک تکبیر گفت، الله اکبر گفت، چنان زور زد که همه بنده ها تیکه و پاره شده پریدن. باز چند مدت پس
دیگر نمود زنجیرهای آوردن، مخصوص زنجیری تیار کرده ای که همون زنجیر آوردن تا که را بپیچونن و اون از آهن ساده نبود، مخصوص آهن تیار کردگی بود. البته که دشمن شبن روزن کار میکند، شبن روزن فکر میکند، اندیشه میکند برای شکست دادن او چی؟ همون آدمی مقابلی خودش. وقتی که آوردن این دفعه هم که در خوابش بود و همون زنجیرها با تمامی حیله و با تمامی مثلا که قوتش قطعی او را بست مستحکم، این دفعه هم که بیدار شد گفت که چی حال است؟ زنش گفت که ما خواستیم که ترا تجربه کنیم بنده ها پاره شد، آیا زنجیرها پاره می شود؟ این دفعه هم که وقتی که قوت کرده تکبیر گفت، این دفعه هم زنجیرها همه پاره شدن. بعداً باز مصلحتش دادن بیدین ها که تو از او بپرس که چی چیز است که او را ما با او غالب میوییم و او را چکار میکنیم؟ عاجز میگردونیم. این دفعه آمد از او سوال کرد و شمعون علیه السلام البته که مرگ در پیش دوستان خدا این یگان مانعیتی هم ندارد، یگان چیزی را سری ره نمیگیرد. این چی است که رسول اکرم خودش خبر داده که المؤمنون لا یموتون، مؤمن و مسلمان هیچگاه نمیمرند، مرده هم گفته نمی شود. المؤمنون لا یموتون بل ینقلبون من الدار الى الدار الاخر، بلکه اونها از یک دار به دار دیگر می روند، از یک وطن به وطن خوبتر بهتر می روند. البته که کسی که ایمانی به خدا دارد، ایمانی به روز قیامت دارد، ایمانی به رسول اکرم قرآن دارد و این باور دارد که آخرت است، این دنیا به حساب و به کتاب نیست، این مسئولیت دارد، سوال و جواب دارد، یک زواد یک فابریکه به خودش رئیس دارد، به خودش بوغالتر دارد، حسابچی دارد، قلاور دارد، به خودش چندین کارگرها دارد، هر یک سری سال یا 6 ماه پس در اونجا حساب و کتاب و جوابداری دارد. این دنیایی که خداوند جل جلاله خلقش کرده است آیا این به حساب و به کتاب است؟ هر قدم زدگی ثبت شده ایستاده است. هر یک نفری که به جمعه از دهن در داخل می شود در حدیث صحیح وجود دارد که فرشته نام او را، نام پدر و مادری را کتابت میکنند. فلانی ابن فلانی داخل شد، از کی چقدر ثواب گرفت، با چی نیت داخل شد، چی میخواهد، آیا در کدام حالت است، همه این ثبت میشود. خدا در قرآن در سوره یاسین هم آوردگی است که استعذ بالله و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون الیوم نختم علی افواههم. در اون روز خداوند میگه ختم مهر کرده میشود دهانها به مثل پره روی مستحکم میشود، محکم میشود، زبان نطق نمیکنه دیگر. الیوم نختم علی افواههم و تکلمونا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. خداوند میگه دستها گپ میزنن، پاها گپ میزنن، بما كانوا یکسبون، با اونی که در دنیا چی کسب کردن اونها. دست گوید من چنین دزدیدم، پای گوید من چنین جا رفتم، گوش گوید من چنین بشنیدم. در مثنوی میگه هر یک عضوی که ما و شما داریم فردا روز قیامت شهادت میده، زمین شهادت میده و تحدث به اخبار. هر یک خبری که در بالای کاری که در بالای زمین میشد زمین خبر میده. جای نشستگی فردا روز قیامت شهادت میده که در بالای من سجده کرد، در بالای من نشست، خدایا تو را عبادت کرد. پرچه زمین شهادت میده، پرچه زمین شهادت میده که در بالای من زنا کرد، در بالای من عرق و شهادت میده. دست شهادت میده که به من رومکه عرق خپید و خورد. گوش ها شهادت میده، زبان شهادت میده، زمین شاهد، زمان شاهد، جواری، همه عضوهای ما و شما فردا روز قیامت در نزد خدا شهادت میدن. دنیا به حساب و کتاب نیست. این قدر رزق و روزیه که هر یک قطره بارانی که خدا میفرستد همه اون به حساب کتاب است. به حساب کتاب همین دنیا مخلوق بیچاره که یک مثلا که کارخانه چرک داره به حساب کتاب نیست. این قدر زمین و آسمان و ماه و ستاره آیا این به حساب کتاب است؟ این قدر ستاره های 3 قبط در آسمان، یک قبط پایانی پسته که ما با چشم میبینیم، 2 قبط دیگرش با چشم نمیبینیم. آیا اینها را یگان آدم خلق کرد؟ اینها را یگان دولت پیشقدم خلق کرد؟ اینها را کی خلق کرد؟ آیا آدم میتونه که همه جمع شوند یک مثلا مثل یک ستاره خداوری در آسمان خلق کنند؟ از دست انسان چی میاد؟ هیچ.
کسل میشورد، مینوشد، بیرون میرد، کسل میشود، عاقبت میمرد. یگانه چیزی که به همراهی خودش به قبر میبرد عملی اوست که در دنیا چه عمل کردی. دیگه همه فنا در پی فنا، فنا در پی فنا همه. فقط یگانه چیز عملی کردگیش که در دنیا چی عمل کردی؟ نیکی کردی؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خدا میگه اگر مقدار یک ذره، خردترین ذره مقدار یک ملک شما اگر نیکی کردین، پاداش خدا به شما میده. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر مقدار یک ذره خردترین شما بدی کردین، پاداش رو میگیرید. اگر خدا پاداش رو در دنیا بده، اگر بر سر بنده مصیبت میاد، درد میاد، رنج میاد، بلا میاد، آفت میاد، کفارت گناهش میشه. اما اگر به دنیا به سرش نیامد، در آخرت حساب سوال و جوابی و علاهیده هست. اونها جمع شدند، مکاری کردند، زنجیرهای مخصوص فکر کردن برو آوردن که اون زنجیرها را هیچ انسان قدرتی نداره که بشکنه یا پاره کنه. بعدن وقتی که زنش بست، این دفعه هم زنجیرها پاره شد. این دفعه سوال کرد که زنش که چی چیز به تو غالب می آید؟ بعدن گفت که زن گفت من گفت یکی ولی از اولیای خدا هستم که هیچ اشیای دنیا با ما کارا نمیکنند بغیر از موی خودم، بغیر از موی سر خودم دیگر هیچ چیزی به ما کارا نمیکنند. البته که به موی خودش انسان که بعدن هرچند که زور بزنه خودش لرد میخوره. بعدن شبی دیگر شد به موی خودش که 12 تار موی سر حضرت شمعون به زمین میرسید. در اکثر حربها او مو به او یاردم میداد. با یک قول 8 تار بافتگی بود که 4 تای اونها قطعی پایها شبست، 4 تای دیگرش قطعی دستو شبست. بعدن که ویداشید هرچند که زور زد نتونست چک شده. بعدن گفتی چیکار کردی؟ گفتی طرف تجربه کردم که آیا خطا کشاده میتونی یا نه؟ گفت که من خدمت کشاده نمیتونم. این دفعه در او سراسیمه برآمد و اهل کفار دعوت کرد. اونها آمدن او را بردن به یک عمودی بر یک چوبی بستند. اولا گوشهای حضرت بریدن در پیش چشمش، بعدا چشمهاش کوفتن، بعدا دستهاش بریدن پاش. هر یک ازش علاهیده زنده کلته میکردن که این وحشانیت فقط در کافر است. در اسلام مسلح کردن ممکن نیست. قانون اسلام وقتی که جنگ محاربه کشید فقط زدن اجازت است، اما مسلح کردن در اسلام 1400 سال نبود تا این روز نیست، تا قیامت نیست. اگر کدامی هم بکنه او اسلام ندارد، او وجود ندارد. در وجود او اسلام نیست. در وجود او نه تنها اسلام بلکه نه یهودی است، نه نصرانی است، نه مسلمانی است، نه کاتولیک است. از همه 4 دین 4 کتاب آسمانی از یگان تش نیست. او گروهی که می کار میکنه از همه 4 دین یگان تشته نیست، چون که من شدگی است. بعدا بقینترین مشقت ها و عذاب ها به سر این حضرت آوردن و او را در یک قصر بستن. همه عذاب هاش تیکه پارکی کردن گرفتن. خداوند جل جلاله با او سخن کرد و از او پرسید که شمعون تو چی میخواهی که ما تو را نصیب شهادت کردیم؟ البته که شهید کسی است که او را مرده گفته نمیشود. شهید کسی است که هرگز نمیمرد. خدا در قرآن خبر داد که استعیذ بالله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. خداوند میگه که ای مردم، ای بندگان من، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اونهایی که در راه خدا قتل میشن اونها را شما مرده نگویید، بل احیاء، بلکه اونها زنده هستند. شهید هرگز نمیمرد، تا قیامت او زنده است. گفت نصیب شهادت چشانیدین شربتی را. بعدن گفت که چی میخواهی؟ گفت خدایا یک بار دیگر گفت به من یک قوتی بد عطا بکن که همین استم همین قصر ستون شب بکشم از جا به جا کنم که همه به بالای اینها بزنه، همه اینها قتل شوند. که اون زن پلیدش هم همراه اینها بود. خداوند با او قوت داد که عذابها یک جا شدند.
بعدا حرکت کرد، به تمام قوت کشید و ستمک قصر و بالای همش چپشید و همش نیست نابود شدن مردن رفتن. بعدا خداوند دویم باره با او حیات عطا کرد، باز 83 سال عمر شد، مقدار 1000 ماه در طاعت عبادت خداوند صرف کرد. وقتا که جبرائیل این عابد بنی اسرائیل که به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قصه کرد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گوش میکردند و رسول اکرم بسیار رشکش آمد که امتی من امتی کم عمره، اما امتهای پیشینه عمری دراز داشتند، 100 سال و 120 سال. حتی در کتابهای پیشین ابن کثیر دیگر قصصهای نوشته که حضرت ابراهیم میگه که ابراهیم خلیل جوان 100 ساله بود، 100 ساله جوان است. رسول اکرم در شب معراج دعا کرد در حق امتش که اخیران امت هست، خودش اخیران پیغمبر هست که بعد پیغمبری ما تا قیامت هیچ پیغمبر نمی آید. اگر کسی هم که دعوا کنه دعوای دروغ است، پلید است. او چی است؟ یا یگان جینور است یا یگان کسل بیمار است که وقتهای اخیر چند تا برآمده بود، یک درگه خوجان برآمده بود، یک چی بود اونجا در گازیتو هم چاپ کرده برآورده بودن چمورا خود چه پیغمبر اعلام کرده سینی خونه من نماز بخونیم سه. او کسل دیوانه بود است بیچاره. عجیبش همین که گپی دیوانه را در گازیت چاپ کرده برآوردن به مردم. بعد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا قیامت هیچ پیغمبری نمی آید، پیغمبری در پیغمبری ما ختم شد. جبرائیل امینم قرآن آورد، قرآن هم ختم شد. بعد قرآن دیگر کتاب آسمانی نازل نمی شود. خدا خودش در قرآن ایره گواهی داد که استعیذ بالله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خداوند جل جلاله و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخیران آیه‌ای در قرآن نازل شدگی همین آیت است. اخیران آیه‌ای که نازل شد، رسول اکرم در حجة الوداع بودن، در عرفات در بالای اشتر نشستگی بودن که همین آیت نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم، ای محمد صلی الله علیه وسلم امروز کامل کردیم برای تو دینت را، و اتممت علیکم نعمتی و تمام کردیم برای تو نعمتم را که اون نعمت پیغمبری است، نعمت اسلام است. و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. از روی دین و دینداری خدا و رسول اکرم خبر داد که فقط از دین اسلام شما را چی به دین رضایت بدید که دین اسلام شما چیکار کنین؟ پیروی او باشید. این دین چی است؟ رسول اکرم خودش سوال کردن که دین چی است؟ مد دین. رسول خدا گفت الدین و النصیحت. دین نصیحت است. معنای دین نصیحت است. نصیحت چی است؟ معنای نصیحت خیرخواهی. دین پیغمبری خدا گفت نصیحت است، نصیحت خیرخواهی است. دین چی میگه؟ دروغ نکن، دزدی نکن، غیبت نکن، بهتان نکن، خیانت نکن. دین چی میگه؟ زنا نکن که همه زنهایی که میبینی پیش از زنا کردن خواهری خطا به خاطر بیار، مادری خطا به خاطر بیار، دختری خطا به خاطر بیار که آیا یک مرد دیگر همی کار کنه تو راضی هستی؟ البته راضی نیستی. دین یارو منع میکنه، زنا رو منع میکنه، شرابخوری رو منع میکنه. همه اینها را چی دین منع میکنه؟ به خاطر چی؟ به خاطر که جامعه آباد باشد، جامعه سالم باشد، جامعه فساد نباشد. دین امر میکند حق همسایه را به جا بیار، حق خویشتواری را به جا بیار، حقوق پدر و مادر را به جا بیار، حقوق دختر و پسر را به جا بیار، حقوق زن را به جا بیار، زن حقوق شوهرش را به جا بیاره. دین فقط و فقط چی است؟ نصیحت است، خیرخواهی. اما افسوس علل افسوس که همه ما و شما به این چیز پره البته که عمل کرده نمیتوانیم. وساوس شیطان زنگار دل در قلبها چنان مستحکم شدگی است که البته که میبینید چی است؟ اکثرا ریا است، دروغ است، فتنه است، از همه و همه دور ماندگی است. شب قدر وقتی که این قیصر جبرائیل امین و رسول اکرم که گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم غمناک شدن که
از امتی من که 50 و 60 سال یا 70 سال عمر میبینن، اینقدر وقت از کجا میابن که اونها عبادت کنن، شب به نماز، روز به روزه؟ و این آیه مبارکه و این سوره را خداوند جل جلاله به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرستاد که سوره قدر عبارت از 5 آیت است، در مکه مکرمه نازل شده است. اکثری مثلا مفسرها بعدش گفتن در مکه مکرمه نازل شده است، در تفسیر قرطبی و دیگر تفاسیری که معتبر هستند اونها سوره قدر سوره مدنی گفتند، یعنی سوره است که در مدینه منوره نازل شده است. اما دیگر تفسیرها را سوره مکی شمرده هستند. اما خواه مکی است خواه مدنی است فرق ندارد، نازل شدگی است، آیه بر حق است. خداوند جل جلاله وصف شب قدر کرد در این ماه شریف رمضان که خداوند شبها همه شبها را زینت شب قدر داد. زینت همه شبهایی که خدا خلق کردگی است در یک سال، زینت همه شب قدر است. بهترین شبها شب قدر است. بهترین روزها روز جمعه، که روز جمعه را رسول اکرم سید الایام یوم الجمعه گفت. بهترین روزها روز جمعه است. روز جمعه را حج المساکین نام نهاد. روز جمعه حج مسکین ها است، اونهایی که طواف خانه کعبه کردن نمیتونن، اونهایی که مثلا زاد راحله به حج رفتن ندارن، غسل کنن، لباس پاک شده بپوشن، خوشبویی کنن، قدم زده ذکر کرده به مسجد بیان، نماز جمعه را بخونن، ثواب حج خدا در نامه اونها ثبت میکنن، نامه اعمال اونها. جمعه حج المساکین است. حج امسال البته که نظر به سالهای دیگر در مجلس ولایتی هم رفتگی بودیم، اعلان شدگی بود، فراموش کرده بودیم. $2200 امسال شدگی است. حجمش هم کم شده است، نرخش هم البته که قیمت شدگی $2200. هر کسی که قدرت داشته باشه البته که میرود. خب سید الایام حج المساکین یوم عید، مرتبه روز جمعه از مرتبه عید بالا است. نماز جمعه فرض است، نماز عید واجب است. خب روزها را به روز جمعه زینت داد، شبها را به شب قدر زینت داد. خانه ها، همه خانه ای که در دنیا هست، زینت همه خانه های دنیا خانه کعبه است. مشرفترین خانه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. بهترین خانه خانه کعبه است. اگرچند خانه کعبه یگان آرایشات نداره، زینت نداره، اون محتاج به آرایش زینت هم نیست، چون که او را چی میگن؟ بیت الله میگن، خانه خدا میگن. تمامی کره زمین، تمام مسلمان جهان رو به خانه کعبه آورده، روی آوردن به قبله، قبله من به جهت کعبه گفته، به طرف خانه کعبه خودش متوجه میگرداند و عبادت میکند. بهترین خانه ها خانه کعبه است. بهترین ماه ها از بین 12 ماه شریف رمضان است. این ماه هست که خدا در این ماه قرآن فرستاد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. خدا در ماه مبارک رمضان ماه هست که خدا قرآن در این ماه نازل گردانید. بهترین ماه ها ماه شریف رمضان است. بهترین مردم فارس حضرت سلمان فارس است. بهترین همه آدم ها آدم علیه السلام است. شبها شب قدر است. خداوند این آیه را فرستاد. اسباب نزول اکا همین سوره همین قصه شمعون است که صحابه و پیغمبر از این وقتی که خفه شدن اشک ریزاندن که امتی من ما این خیل عبادت کردن نمیتونیم، جبرائیل امین گفت که ای رسول اکرم شما آگاه باشین، بدانید که شما را خداوند جل جلاله مرتبه عظما عطا کرد که شب عطا کرده است در ماه شریف رمضان که 2 رکعت نماز اون شب بهتر از 1000 ماهی که بنی اسرائیل جهاد کردن مرتبهش بالا است. شما آگاه باشید که قصه شمعون شنیدید که چه قهرمانی ها کرد در دین، در راه خدا پیش از اسلام بود.
اما 2 رکعت نمازی که امت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در شب قدر میخواند فضیلت همین 2 رکعت از 1000 ماهی اون جهاد شمعونده بهتر است. چون که خدا خودش خبر داد. برای چی؟ برای دلداری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، برای خاطر پیغمبر شاد کردن که ای رسول ما، اگر 2 رکعت نمازی که در شب قدر یکی از بندگان ما و امتی تو بخواند، یا 3 مراتب سوره اخلاص بخواند، یا همون شب به عبادت بگذراند، خداوند جل جلاله در نزد خدا از 1000 ماه بهتر است. حتی اگر بدین و کافری که در شب قدر تولد شود، در اخیر عمرش مسلمان شده از دنیا می رود. در اخیر عمرش یک سبب میشد که مسلمان شده می رود. الحمدلله این روزها و سالها و ماهها تمامی از روسیه تا امریکا و اروپا هزار انسان هر سال مسلمان شده ایستادند. هزارش مسلمان شده. کوستا ایمان آورد مسلمان شد. جهان او را میشناسد. غیری دیگر که حساب کتابی و البته که از حد زیاد است. اونها مسلمان شدند. پیشتر البته که محکم بود گفت شنید اینه بود. امروز اینترنت کامپیوتر البته که فایده اسلام و مسلمان شدگی است. پیشتر نمیتونید گفت. امروز از خود اروپا میزند کناپکش میجقه در پیش یوسف قرضاوی حاضر است. خواه علمای مصر باشد، خواه حرمین شریفین باشد، با او گفتگو میکنه، سوال خودش جوابش علیق در پیش میگیره. دیگر سریعه رو کسی گرفته نمیتونند. امروزها روز به روز سال و سال زیاد شده ایستاده. اسباب نزول این سوره همین است که خداوند فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. خداوند جل جلاله بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وحی فرستاد که انا انزلناه، همانا که به حقیقت که ما خداوند گفت انزلناه نازل کردیم فرستادیم. قرآن چی است که در شب قدر. انا انزلناه فی لیلة القدر. خداوند جل جلاله پیغمبری خودش گفت که و ما ادراک ما لیلة القدر، چی دانم تو را که چیست شب قدر؟ خدا گفت که انا اعلمک، من ترا دانش میتیم، ترا میفهمانم که چیست شب قدر. و ما ادراک ما لیلة القدر. خداوند خود شب قدر وصف کرد که لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر بهتر است از 1000 ماه. از 1000 ماهی که در بنی اسرائیل عبادت میکردن، یک شب قدری که امت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او را زنده بدارد، همین شب بهتر است از 1000 ماه. خدا گفت این سخن خداست. خدا با پیغمبرش گفته ایستاده است. لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح. خداوند گفت که در این شب قدر از آسمان نازل می شود فرشته ها، ملائکه ها نازل می شوند و روح مخصوص فرشته هست، یا مجتهدین مفسرین گفتن که روح جبرائیل امین است. روح حضرت جبرائیل امین است. بعضی ها گفتن که عیسی علیه السلام است. بعضی ها دیگر گفتن، اما روح اکثر مجتهدین و مفسرین گفتن که روح جبرائیل امین است که در شبهای قدر او چکار میکند؟ نازل می شود. تنزل الملائکه و روح فیها، در همه شب قدر اونها نازل می شوند. البته که نازل شدن اونها، فرامدن اونها از آسمان به دنیا به خاطر چی است؟ به اذن پروردگار جل جلاله است که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربک من کل امر. من کل امر ای من اجل من کل امر من الخیر والبرکه، یعنی که خب فی تلک سنت الی القابل که کل امر گفتگی همه اندازه ها، همه 1 ساله پیش بینی های شدگی اونها را فرشته ها به دنیا میارند. یعنی چی است؟ به مقداری که چند مقدار باران می شود، چند مقدار برف می شود، چند مقدار گرما می شود، چند مقدار سرما می شود، سال آینده حاصل می شود یا نمی شود، همه اینها مقدرات پروردگار جل جلاله است.
اگرچه بنده حساب کتاب میکنه، تجربه میکنه، اما همه اینها به مقدرات خداوند جل جلاله است. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربه من کل امر، از کل امر، از این سال تا سال آینده 1 سالش حساب کتابش و فرشته ها گرفته به دنیا میارن. البته که فرشته ها همشون موکل هستند. فرشته ای هست که باران ها در اختیاری اوست، فرشته ای هست که آفتاب به اختیاری اوست، فرشته ای هست که این نظم ستاره و سیارگانی که در دنیا چرخ میزنند، این نظمی که زمین در گرد این الارض تدور علی محور، زمین در گرد محور خودش چرخ میزند، زمین در همین سیستم آفتابی که هسته چرخ میزند، اینها آیا به حساب و به کتاب هستند؟ در این قدر سالها، میلیاردها سال اگر تصادف میشه، اینها برخورد میکردن و نابود میشن. چنانچه یکی از عالمان نیوتن که اکثر اونهایی که از فیزیک با خبر هستند، که با نام اسحاق مشهور شدگی هست، ایمان آوردن اونم همین شد که به خانه یکی از علمای خودش به مثل فیزیک رفت، در اونجا داخل شد، همین گالاکتیکای آفتابی که ما و شما داریم هر کدامش با مخصوص به یک اسباب‌های تیار کردگی بوده، یک کس به چرخ را تاب میداد، هر کدامش در گرد خودش چرخ زنان بودن، هر کدامش چرخ میزد. بعداً در بعد سوال و جواب اونها خداوند جل جلاله او را نصیب گردان که اسلام قبول کرد و مسلمان شد. به خاطر که و مثل همون مثنوی در کمپیره که چرخه میریش تاب میداد، چرخه خودش چرخه میریش، چرخه که همون پختر از پنبه جدا میکنه. بعدن از او سوال کردن که آیا خدا هست؟ گفت که اگر کسی که ابله گفت همه چرخه را من به دست خودم تاب میتونم تاو میخوره، اگر بشرطی که من از کار بمانم اینم از کار میبانم، آیا این زمین در گرد محور خودش چرخ میزند، شب میشود روز میشود، مقلب لیل نهار، گرداننده شب و روز خدا هست، زمین چرخ میزند، همه جیرم هایی که در آسمان هستند اونها در گرد خودشان چرخ میزنند، آیا اینها بی صاحب است؟ آیا اینها یگان کسی اینها را خلق نکرده؟ یک اسباب مثلا که یک استاد تراش ساز کرده از درخت دیگر آدم کی خلق کرد؟ مصوری آدم خلق کرد. کی خلق کرد؟ خداوند جل جلاله. هر یک عضو و اندامی که به انسان عطا کردگی است، آیا انسان میتونه که مثلا کوری مادرزاد ثوابت کنه، یا که از مادر به دست تولد شدگی باشه، کی میتونه که در او یگان دست اختراع کنه؟ و یک دسته که خداوند به ما و شما عطا میکنه، هم کتاب ورق میزنید، هم آهنگری میکنید، کوال میزنید، هم به هیچ کار میکنید، سه چلیکت قطعی ناله میکنید، طعام میخورید، هم سلام میکنید، هم میساس میکنید، هم حساس است که بعضی چیزها رو مثلا به این درک حس میکنید. یک دست هزارها صدها هزار وظیفه را اجرا میکند. این پراتزی که بنده مثلا به همین قدر پیشرفت کرده حس میکند نمیکند، با طعام خوردن چی کار او اجرا میکند؟ آیا خلق کردن خدا و خلق کردن بنده را یک بار ما و شما تجربه کنیم؟ مصوری خداوند ببین که خداوند جل جلاله یک از صفات مصور است، صورتکش. برای صورتکشی بنده یک مثلا صورتی که در فوتوگرافی میگیرد روشنایی در کار، قوه روشنایی در کار که روشنایی در اونجا حتما باشد. بعدن وقتی که او را صورت شکل رو برآوردش، یک استال سخت در کار که در اونجا بگذارد. بعدن چیکارش میکند؟ با او را حرکتش نمیده که او در حالت میگه که نجم رفق نزد دیگر جنبش نکن. بعدن میبرد یک کاغذ خالی، یک کاغذ بیجانی، هیچی نداشتگی. مصوری خداوند جل جلاله را ببین که صورت بنده را میکشد در یک جایی که هرگز روشنایی نیست، در بچه‌دان زن هرگز در اونجا روشنایی نیست، آفتاب نیست، روشنایی نیست. در یک جایی که صورتکش میکشد باید که ستال سخت باشد، درون رحم دائما ملایم است، دائما در تپش حرکت است، اونجا روشنایی نیست، اونجا جای سطحی یعنی که زمین سخت در اونجا نیست. او میگه حرکت نکنه، او دائم در حرکت است. خداوند همین شکل‌های می آفرید که شکل‌های زیبا، احسن تخلیق که از همه در بهترین صورت خداوند در آدم خلق کرده است، در دیگر اشیاء.
در دیگر جاندار نه. فقط آدم بهترین صورت عطا کرد خداوند جل جلاله اینها را عطا کرد و اینها همش حتی در همون ره میزنم فرشته هستی او را ملک الارحام میگن. همون ملک الارحام همون زمانی که امر به بالا شد بعداً او گن قبول میکند، بعداً شکل انسانی در اونجا تشکل مییابد. اگر امر نشد ملک الارحام را قبولش نمیکند، ملائکه رحم او را قبول نمیکند. یا فرشته هست که برای خوردن برای نوشیدن در کل انسان است. بعداً همه اینها هست، اما فرشته های کرام کاتبین که نامه اعمال نیکی ها را از طرف راست و بدی ها و شرها را از طرف چپ ثبت میکند، اینها هم هستند که همه اینها فردا روز قیامت در نزد خدا گواه است که خداوند جل جلاله بنده را بی حجت هیچ وقت در مورد عذاب قرار نمیدهد. اولا دست پا و چشم و گوش همش حجت میشه، شهادت میتن، بعدا کرام کاتبین شهادت میتن، همه عذابها شهادت میتن، بعدا کیفری او را پاداشی او را عطا میکنند که جنتی هست یا که دوزخی. البته که این چی است؟ عدل پروردگار است. حضرت عایشه مادرمان سوال کرد که یا رسول الله ان وافقت لیلة القدر فما اقول؟ قال قولی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه مادرمان سوال کرد که یا رسول الله گفت اگر شب قدر ما در بیابم در شب قدر چی دعا ما بگم؟ در شب قدر چی دعا بگم؟ رسول اکرم گفت همین دعا را بسیار بگو، اللهم انک عفو، خدایا تو بخشنده هستی، خدایا تو مهربان هستی، خدایا تو مغفرت کننده هستی، خدایا تو ستر کننده گناه هستی، خدایا تو مهربان هستی، خدایا تو از پدر مادر مهربانتر هستی. اللهم انک عفو، تو بخشنده ای خدایا، تحب العفو، بخشیدن هم خدایا تو دوست می‌داری، فاعف عنی، گناه ما را مغفرت کن. خدایا یعنی بنده بخشش طلب کنه، دعاش فقط همین باشه، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پیغمبر خدا عایشه را گفت همین دعا را بکن. البته که در شب قدر با صدق با اخلاص هر کسی که به عبادت بگذرانش تا روز ناشیده به مثل طفلی که نو از مادر تولد می شود همون خیل از گناه پاک می شود، و شرطی که صدق اخلاص در وجودش باشد. خداوند البته که بخشنده است، البته که بیگناه بنده نمی شود. اگر بنده هم گناه نکند بخشش خدا با کی به کار میاد؟ با کجا به کار میاد؟ بخشش خدا به خاطر هست که بنده چیز به سهو و خطا نمی شود. یکی از اولیای خدا عمر خیام نیشاپوری عجزی خودش به خداوند جل جلاله میگفت که ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو خدایا همه سهو و خطا داریم، اما بیگناه کی است؟ آن کسی که گناه نکرد. چون زیست بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانی من و تو چیست؟ بگو خدایا اگر من بدی کنم و تو نبخشی، پس این نام غفاری و ستاری و رحیمی و رحمانی تو پس با چی کار میاد؟ پس فرق بین من تو چی بوده؟ البته که خداوند جل جلاله چی است؟ بخشنده هست. همین دعا را حضرت عایشه گفت که رسول اکرم به من آموخت که همین دعا را بکن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سوال کردند که شب قدر را در کدام شبها بیابیم؟ روایت ها مختلف است. روایت ها هست که شب قدر در شب 21 ماه شب رمضان است، دیگر روایت 23م، دیگرش 25م، دیگرش 27م، دیگرش 29م، یعنی شبهای طاق باشد. همون شبهایی که عددش طاق باشد همون شبهای قدر هستگی دیگه روایت ها هست. اما از حدیث پیغمبر ما بفهمیم که پیغمبر کی شب قدر گفت چی فرمود. ابی سعید خدری صحابه جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث بخاری فرمود که قال علیه الصلاة والسلام التمسوها فی عشر اواخری. پیغمبر گفت که شما کافت کاف کنید شب قدر را در دهه اخیر، در 10 روز اخیری رمضان
شما اگر که شب قدر کوفتنی باشین 10 اخیر دوره بکوبید، یعنی همین 10 شب همش زنده بدارین. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در دیگر حدیثان چند مراتب هم تکرار کردگی بودیم که 10 اخیر ماه شریف رمضان به عبادت میگذارن و شد میزن، ایزارم کمر میبست، ایزارم میبست، کمر میبست، میانم میبست برای عبادت خداوند جل جلاله. در 10 شب اخیر عبادت میکرد و ایقظ اهله، زنهاش هم بیدار میکرد. فاطمه زهرا هم به خانهش میرفت، بگرد خانه او هم بیدار میکرد به علی که این شبها را نگذرانین، فرصت غنیمت است که این شبها میگذرد. البته که وقتی که رسول اکرم 10 شب اخیر همشه که زنده داشتن عبادت کردن، هر چی از شب قدر چی از در بین همه 10 اخیر او چی است که نامعلوم من تا که همه 10 شب 10 اخیر همه ما زنده بداریم و عبادت رو بگذرانیم. این یک حدیث. دیگر حدیث پسر حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عمر سوال کردن که در مسئله شب قدر تو از پیغمبر چی شنیدگی هستی؟ عبدالله ابن عمر حدیث روایت کرد که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که من کان متحریا لیلة القدر فلیتحرى ها لیلة 27. کسی که اگر کوف کند شب قدر، گفت مقصد پیغمبر شدن، کسی که اگر کوف کند شب قدر پس تحرا کند، یعنی کوف کند او را در شب 27. شب 27 شم در حدیث صراحتاً بیان شدگی است. عبدالله ابن عمر پسر حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه از پیغمبر حدیث روایت کرد. البته که شب قدر از 1001 از فضیلت او را ما به شما میگوییم، انشاءالله بعد در باب اعتکاف سخن میکنیم. ابن عباس شاه مفسرها هست. ابن عباس پسر عمک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. شاه مفسرها به خاطر ابن عباس میگن که حضرت عبدالله ابن عباس یک حرف قرآن 6 معنا تفسیر میکرد. قرآن هم خوب میدانید، پیغمبر در حق دعا کردگی بود. ابن عباس گفت که قال نبی صلی الله علیه وسلم من صلى فی لیلة القدر رکعتین. ابن عباس میگه که پیغمبر خدا گفت که کسی که در شب قدر 2 رکعت نماز بخونه، یقرأ فی کل رکعت فاتحة الکتاب مره، 2 رکعت نماز بخونه در شب قدر، در هر یک رکعتش الحمد 1 بار بخونه و اخلاص 7 مرات، سوره قل هو الله احد 7 مراتب در هر رکعتش بخونه. فاذا سلم، وقتی که سلام داد، یقول میگوید استغفر الله و اتوب الیه 70 مره، 70 مراتب استغفر الله و اتوب الیه بگه. اجرش است که فلا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه. 70 بار استغفار بگه، از جای خودش ناخسته خداوند جل جلاله مغفرت میکنه همه گناههای پیشینه کردگی بوده، گناههای پدر و مادرش، و یبعث الله تعالی ملائکه الی الجنان یغرسون له الاشجار. گناههای خودش پدر و مادرش بخشیده میشود به سبب 2 رکعت نماز، و خداوند امر میکند فرشته ها را که در جنت به نام همو بنده درختها بشنانند و یبنون القصور، و قصرها برای او بنا کنند، و یجرون الانهار، و نهرها دریاها بکنند به نام او بنده در جنت جاری کنند. ولا یخرج من الدنیا حتی یرى ذلک کله. او بنده نمیبرد از دنیا نمیرود مگر که پیش از مردنش اولا جای خودش در جنت میبینه، بعدا جان به حق تسلیم میکنه. این ثوابیت 2 رکعت نمازه که یک تیمه و شما در شب قدر بجا بیارید. در شب قدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زبدة الواعظین آوردگی است که رسول الله خبر داد که عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ينزل في ليلة القدر 4 الویه. در شب قدر 4 لیوا، 4 بیرق در زمین نصب کرده می شود.
لیوای حمد، لیوای رحمت، لیوای مغفرت، لیوای کرامت. 4 بیرق در تمام زمین نصب کرده می شود. لیوای یعنی بیرق حمد، لیوای رحمت و مغفرت و کرامت. هر یک بیرق مع کل لیوای 70,000 ملک. هر یک لیوا ده 70,000 فرشته تسبیح تهلیل میگویند. و علی کل لیوای بر هر کدامش لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته است. من قال فی تلک لیلة 3 مرات، کسی که در همین شب قدر 3 مراتب اگر که لا اله الا الله محمد رسول الله بگه، غفر له بواحدة و انجاه من النار، یکم بار گفتگیش تا خدا گناهاشو مغفرت میکنه، او را نجاتش میشه از آتش دوزخ بواحدة و ادخله الجنه و داخل جنتش میکنه با واحدش. فینصب لواء الحمد بین السماء والارض، لیوای حمد بین زمین و آسمان نصب کرده میشود. لیوای مغفرت بر قبر نبی صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره نصب کرده میشود. لیوای رحمت فوق کعبه در بالای خانه کعبه نصب کرده میشود و لیوای کرامت فوق صخره در بیت المقدس در اوجه نصب کرده میشود. و کل واحد منهم یجیء فی تلک لیلة علی باب المسلمین 70 مره یسلم علیه. انا همین هر لیوایی که 70,000 ملکی دارند، اونها در شب قدر با خاندان هر یک مسلمان گذر میکنند و با مسلمان ها چیکار میکنند؟ سلام میدن. سلام هی حتی مطلع الفجر کی. و دیگر البته که از شب قدر چیزی هم گفته نشید، وقت کوتاهی میکنه. از علامت هاش رسول اکرم سوال کردن که علامت هاش چی است؟ رسول اکرم گفت که شب قدر شبی است که نخ نکست نه گرم، لا بارد ولا حار، نخ نکست نه گرم است. دیگر از علامت هاش سوال کردن که یا رسول الله اگر ما در اون شب فرشته ها سلام بتن، گفت اگر فرشته به یک تای شما سلام داد، در بیرون برآمدن تنها ماندن یا که کم تره که موی تنه بدن آدم میخیزه که جوره میزنه، همین خیلی او یقینا بدانه که فرشته او را زیارت کرده. در اون شب سالمی هست، تا روز یگان آفتی نیست. سحر ساحر کارا نمیکنه، جادوی هیچ جادوگر کارا نمیکنه. در اون شب شبی چی است؟ سالمی است، شبی سلامت است تا صبح دم. اما وقتی که صبح دم که شد، شیطان که به اغلال و زنجیرها که بسته شدگی کرد، آفتاب وقتی که برآمد شعاعش ایتا از هر طرف روشنایی نمیدهد، بلکه آفتاب زرد است، شعاعش ایتا به مثل یک دریاوری موج ایتا خیره ای دارد. این دیگر روزها در صبح دم شعاع آفتاب در ابرها در هر طرف در سر کوه ها میبینید. اون شبی که قدر باشد در روز آفتاب خیلی نمیبراید. این گفت از علامت های شب قدر است. اما خلاصش همین که شب قدر به عبادت بگذرانید. خواه تلاوت قرآن میکنید ثواب است، و هر یک حرف قرآن 10 ثواب است. مخصوص در شب قدر در این ماه شریف رمضان خدا داناست که تا 700 ثواب میرود. شب در شب تلاوت قرآن عبادت است، یا نماز نافله میخونه عبادت است، یا مثلا که در اعتکاف باشی عبادت است، یا خیر صدقات میکنی عبادت است، یا این که در ماه شریف رمضان اکثرا در تمام ممالک جهان اسلامی زکات هاشون در همه چی ماه شریف رمضان میبرند. اگر در غیر رمضان 1 به 10 باشد، در ماه شریف رمضان اجر ثوابش 1 به 700 است. 1 سامان 700 سامان ثوابش زیاد است. مخصوص در ماه شریف رمضان این خیر صدقات زیادتر میکنه. خواه خیر صدقات میکنه، خواه نماز نفل میکنه، خواه مثلا تلاوت قرآن میکنه، خواه که قضایی داشته باشد نماز قضاییش خواندن میگیرد، یا که استغفر الله بگه، یا که لا اله الا الله بگه، یا که مثلا که تسبیح میگرداند. همه عبادت خداوند جل جلاله است. کار کرده همه شب به عبادت تا روز بگذرانند. یا اینکه در مسجدها جمع میشوند، سوال و جواب میشود، امر معروف نهی از منکر میشود. در خاندانها هم که جمع شوند سوال و جواب اسلامی کنند. البته که این چی است؟ فقط گپ دنیا نباشد، گپ دنیا و غیبت دنیا نباشد در این شب، که این گپ دنیا و این سیاست پلید حرام هیچ وقت نمیگریزد، همه وقت پر است. اما طاعت عبادت کم است. تلاوت قرآن را بکنیم، سوال و جواب اسلامی را بکنیم که همین فرصت از دست ما نرود. البته اون کسی که این شب به عبادت میگذرانه،
این عبادت قطع گذراندن اجر ثواب این بنده نگفته، خدا در قرآن گفته که لیلة القدر خیر من 1000 شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه گفته که خداوند جل جلاله. در مسئله اعتکاف سنت مؤکده رسول اکرم است. بعضی ها چند سال است که گفته ایستادیم، بعضی ها میگن که نو میشنویم، مخصوص دیهات و قشلاق ها بسیار حتی که خبرم ندارن. اعتکاف لبس صائم است در مسجد جماعت. اولا که بهترین اعتکاف در مسجد الحرام در خانه کعبه بشینید، بعدا در روضه مبارکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بعدا در مسجد اقصی. البته که اینها مدام میسر نمیشه در اونجا اعتکاف بشین. بعدا چی هست که مسجد جامعه، هر چی قدر مسجد جامعه باشد، کلام باشد، سه آدم باشد، اعتکاف در همونجا نشستن افضلیت دارد. آدم روزدار ساده کرده، به همین تازیکی ساده کرده بگیم لبس صائم است، ایستادن روزدار است در مسجد جماعت به نیت اعتکاف. اعتکاف معتکف میگن او آدمی که در مسجد نیستن، مثلا نماز بامداد که خان تا بگاه دیگه از اونجا نمیبراید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دهه اخیر همین ماه شریف رمضان هر سال اعتکاف می‌استاد. اما اعتکاف به روزه نمیشود. لا اعتکاف الا بصوم، پیغمبر گفتند اعتکاف درست نمیشد مگر که حتمی روزه‌دار باشد. و عن عایشه کان یعتکف عشر الاواخر من رمضان، حضرت عایشه میگه که پیغمبر دهه اخیر ماه رمضان اعتکاف می‌استاد حتی قبضه الله، تا زمانی که از دنیا گذشت. ثم اعتکف ازواجه من بعده، بعد از گذشتن پیغمبر زنهاش اعتکاف می‌استادند. سالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت 20 روز رمضان اعتکاف ایستاد. اکنون حکم‌های اعتکاف چیست؟ معتکف در مسجد وقتی که ایستاد، در مسجد میخورد، بیگه کشید، در مسجد خواب میکند، در مسجد چه فقط خاموش نمیایستد، گپ هم نمیزند. خاموش نایستادن و گپ زدن چی است؟ به همون معنا است که اگر که سخن کرد ذکر کند، تلاوت قرآن کند، امر معروف نهی از منکر کند، پند نصیحت کند. خاموش ایستادنش هم مکروه تحریمی گفتن فقها. خاموش ایستادنش در نصب الرایه گفتگی فقهی هست که از هدایه شریف گپ میزنه، در خاموش ایستادنش حکمش یعنی چی کرده است؟ مکروه تحریمی گفتگی است. سخن میکنه، تلاوت میکنه، در مسجد بیگاه شد میخوره، خواب میکنه، برای حاجت انسانیش بیرون میبره، مثلا تارت شکست، تارت شکنی میبره، تارت میشکنه، تارت میکنه. اگر حاجت کشید غسل واجب شد میاد غسل میکنه، طهارت میکنه، در مسجد رفته نمازش میخونه، تلاوت میکنه، خواب میکنه، درس میخونه، احتیاط بخشه. سودا هم میکنه، فقط مبیع در مسجد حاضر نمیکنه. اینها حکمهای معتکف هستند. اعتکاف باطل میکنه خانه‌داری کردن، اعتکاف باطل میکنه جنوب بودن، اعتکاف باطل میکنه در حالت حیض نفاس بودن. اینها اعتکاف باطل میکنه. یا که یگان ساعت به اذن از مسجد هم خارج شود، اعتکافش باطل میشه، بیکار میشه، فاسد میشه. اما اونهایی که در مسجدهای 5 وقت اعتکاف میستن، نماز جمعه را باید آمده در مسجد جمعه بخوانند. اعتکافشون در مسجد 5 وقت میستن در همون محله، وقتی نماز جمعه کشید آمده نماز جمعه را بخونه، گپ نزده برای با در مسجد تا بگاه بیستن. اقلش 1 روز است، مثلا از سحر از بامداد تا شام، اقلش همین قدر است. اگر نیک 1 شبانه روز نیت کنه، شبش هم لازم میشه بیسته. اگر شبها را نیت کنه، روزش هم باید که بگیره. یعنی از 10 روز کمتریش فقط مذهب احناف اجازه داده، دیگر مذهبا اما 10 روز همش به فرگی گفتگی هستند. معتکف باید همین خیلی بیسته. این حکم‌های معتکف است. اما فقط دیگر حکمش این است که کدام محله کی هیچ کس از مردم محله اعتکاف نیست، همش عاصی میشن، همه این محله گناهگار میشوند. اعتکاف سنت مؤکده کفایه هست. کفایه به همون خاطر میگن که از مردم محله 1 نفرم که از بامداد تا شام در همون مسجد بیسته